میگن فسنجون. آخ جون خیلی خوشمزه. امروز اومدم وکیل‌آباد مشهد خورش باشی اومدم یک فسنجون درست کنم همش گردو و گوشته دیگه میذارم بالا گردو، ترشی، پیاز، شکر. اول روغن رو میریزم که من دارم سرخ زده میشه طلاییش گوشته رو ببین این گرده این همه گردو بخاطر این یه ذره رو بگه طرف دادم آب رو میریزم آب که ریزم شکر میریزم وقتی یه خورو به قلقل افتاد دلش به تاپ تاپ افتاد این چیزی که میریزم من این گوشتش میدم چقدر گوشت این میگن فسنجون. آخ جون اینم گوشتش این میگن گوشت آدم نگاه میکنه حالی به حالی میشه فقط توی خورش باشی پیدا میشه نیم ساعت تا 40 دقیقه باید بجوشه گوشت پخته بشه اینو تو خورش باشی مشهد خوردم خیلی خوش آمد دستورش گرفتم دارم به شما یاد میدم که شما یاد بگیرید درش میذارم یه ساعت دیگه آماده عجب چیز فسنجونه چی فسنجون اینو بفرست برای فسنجون خورا عجب فسنجونه